شام دیروز در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم افتتاح رسمی روزهای فرهنگ دولت کویت برگزار گردید. یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده، وزیر فرهنگ کشور شمس‌الدین اورانبکزاده، معاون دبیر کل شورای ملی فرهنگ، ادبیات و صنعت دولت کویت دکتر بدر الدویشی در چهاربینی اشتراک و سخنرانی کرده برگزاری چنین معرکه‌ها را برای تحکیم رابطه‌های فرهنگی میان دولت‌ها ضرور شمردند. گفته شد اهل فرهنگ و هنر تاجیکستان سال 2018 به کویت سفر کرده بودند، اما روزهای فرهنگی دولت کویت در تاجیکستان بار نخست برگزار می‌گردد. دولت کویت در قطار نخستین کشورهای جهان استقلال جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت. مناسبت‌های دیپلماتیک میان جمهوری تاجیکستان و دولت کویت 31 مارس سال 1995 برقرار شد. کویت اولین کشور عربی بود که با آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سفر کردند. فیلم مستند که از تاریخ مناسبت‌های دوجانبه میان تاجیکستان و دولت کویت نقل می‌کرد نمایش داده شد. آن توانست همه جبهه‌های مناسبت‌های دو دولت را انعکاس نماید. تحفه‌های خاطره‌ای از هر دو جانب به همدیگر تقدیم گردیدند. از وزارت فرهنگ کشور گفتند که روزهای فرهنگ دولت کویت در تاجیکستان از 14 تا 18 اکتبر سال روان ادامه خواهد کرد.